از دست شوهر من خارج از کشور رفتم و فعلا در کشوری. پخش شد که شما گویا خدا نخواسته دستگیر شدین و بعضی موارد دیگه گفته شده می صفحات اجتماعی و یا دیگه. خواستم که شما نظرتون بگین که انشالله که بخیر گذشته و چیز گپ نبوده. شما اگرچه یک ویدیو هم پخش کردین. قضیه فرار من خیلی عجیبه و همه را برایت میگم. مصاحبه جنجالی زلاله هاشمی و افشای حقایقی که چرا از خانه فرار کرده بود و بالاخره در کجاست و در کدام کشور زندگی می کند. مصاحبه ای که در این اواخر پخش و نشر شده است و زلاله هاشمی از تمام حقایقی که در زندگیشان رخ داده بود پرده برداشته که ویدیو مکملشان براتون پخش و نشر خواهیم کرد. اما قبل از ادامه حتما این ویدیو را لایک بکنید تا این خبر مهم به تمام مردم برسد. زلاله هاشمی هنرمند محبوب افغانستان که در ستاره افغان مقام دوم را از آن خود کرده بود و پس از آن زندگی جنجالی داشت و ازدواج کرد. یک پسر نیز داشتند که در این اواخر تقریبا 5 ماه پیش از خانه فراری شد و شوهرشان این خبر را پخش و نشر کرد و بر رسانه‌ها گفت که زلاله هاشمی از خانه اختطاف شده و یا ربوده شده است. ولی این همه حقایق نبوده و حقیقت از دهان زلاله هاشمی در تلویزیون ها پخش و نشر شده، مخصوصا در رسانه های بزرگ با آریانا سعید که گفتند من خودم تصمیم گرفتم که از خانه فراری باشم و در این اواخر در یکی از کشورهای محفوظ زندگی میکنم. این که در کدام کشور است هیچ کس از این قصه خبر ندارد، ولی در افغانستان نیست و این تصمیم خود زلاله هاشمی بوده که از افغانستان فراری باشد و از ستم شوهرشان بگریزد. نظر شما در این مورد چیست؟ زلاله هاشمی در کدام کشور است و آیا به کشورش دوباره برخواهد گشت یا خیر؟ نظر خود را در بخش کامنت برای ما بنویسید.